علیکم همدیاران عزیز، امروز 10 ایون سال 2024 میباشد و ما قرار داریم در شهر سمرقند در یکی از خواجگی‌های کلانی که شفتالو پرور است و من میبینید همه خواهرای ما شفتالوی چیندگی رو برجمه کردشتن و قطی گرفتشتن. قطی تگش دوکه دارد بولوش هم خیلی خوشو میگیرم. این تاور نوید من این علاقه تیارش شفتالو و ما حاضر یک دو سخن از برادرم فردوس که اگرانم همین باغ میباشد میپرسیم. فردوس جان سلام علیکم، خوش آمدید به گروه ما، گروه انگور باغ ما. فردوس جان درباره همین باغ شفتالو، درباره همین باغ شفتالو گوید که باغ شفتالو چند هکتار است که جان؟ حاضر در 10 هکتار شفتالو در هکتار در همین سمرقند در خواجگی شما 10 هکتار یک 5-6 سورت هست. اوزن پختگیش من همین مایگرس سورتم حاضر. مایگرس تا چین سوزه. ها این علاقه پخته رسیده؟ پخته رسیده. اینو سال گذشته 25 مای بچینده مثلا آب و هوا سمرقند سال بارش ملش نمبر. همه جا با اومدن میشل. سال بیشتر چینده. 25 مای چینده بوده. یعنی اینجا سمرقند 25 مای باشد. اگر در ناحیه‌های 5 و قم-سنگری تاجیکستان علاقه یک 20 روز ممکن پیش بیاد، ممکن مایا 10 ماش بچینه، 15 روز هم پیش چینه. اگر برای اونجا با یوکو اونجا با جنوبتر این مزه نغز داشته است. همدیاران عزیز، من حاضر پیش از نوار گرفتن پوست کرده خوردم، پوست شد خیلی دانش جدا نشد، لیکن بی نهایت با مزه بود است. من همینو بی نهایت با مزه. بسم الله الرحمن الرحیم بود پیش مو چشم. همین شفتالوی حقیقی است که نسته شفتالو میگیم. همون مزه در همین وقت بر وقت پس همین مزه خطی پختگیش اگر بین و هر نسخه گفتن همونم که وقتی که این میپزد تو آخر بعد سخت با مزه میشود، لیکن این نمود با فروش میبرن وقتی سخت است میخیلی با مزه نیست، لیکن بعد 2-3 روز پس ملوی میشد. اینا بینید مایگرس گفتید؟ مایگرس. من هم دیرون عزیز ناحیه 5 ناحیه قم-سنگیر خاتلان ولایت خاتلان جایگر از همین شفتالوهای پیش پزکی بین هر نقص کنید. اینا چند پولی فروختش دیده که فردوس که؟ این اتا 20,000 تا 25,000 است فروخته شده. 20,000 25,000 ازبکی با 20-25 سومونی تاجیکی توری میبیاد. این یک پولی کلان بوده است. انا این کارگرها در یک روز چند تن چینده قطی میکنن؟ یک اوزانم 1000 یاشک 1100 یاشک میکنه. تایو مورد تایو 1000 یاشک؟ این چند کیلو یاشکش؟ 6 کیلو. یعنی که 6 تونه یاشک میکنه و فروش میبره برنده. من هم دیارن عزیز بینید چه خیلی قطی کرده، تاور نوید کرده، بازار روی کرده سودیان. یاشکشون هم زرد، مخصوصا که زردی یارکی میکنن که چشم برسیده است. این سرخی با این زردی تاور نوید کرد. من هم دیارن عزیز بینید یک 20 خواهران پاهم شده اینجا کار کردشتین. دو درکم بسیار من این ماشین با چینده آوردن حاضی یاشکتی پیششون منصودین اینو گرفته. بینید یاشکای کلان با میشینن و از باغ میبرن یاشکی مایده میگیرن. خیر فردوس جان با شما برای کار یک جوان تشکر. با شما آبادی خدا برکتش کرد. با شما رحمت با شما فردوس جان.